آیا میفهمی و یا میخوای بفهمی که بهترین، ارزشمندترین و زیباترین دارایی و ثروت دنیا چی است؟ ببین عزیز دل، پیامبر علیه السلام میفرماید الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دنیا چیزی است که از اون بهره گرفته می شود. دنیا متاعی است و بهترین متاع دنیا، بهترین و ارزشمندترین دارایی دنیا همسر خوب، زن صالحه و همسر نیک می باشد. ببین خواهر من، در دنیا زن زیاد است ولی هر زنی زن صالحه و نیکبخت به شمار نمی آید. پس باید دنبال این باشی که چگونه ارزش خود را با حفظ حرمت و عفت خود بالا ببری تا بتوانی بهترین، با ارزشترین و گرانبهاترین نعمت الله متعال در دنیا به شمار بیایی و در آخرت دارای شأن و شوکت و مقام و منصب باشی. و حرفم برای برادران جوانم این هست: چشمان ما از خیانت، افکار ما از انحراف و کجروی و همین طور قلبهای ما از توجه به سوی ناموس دیگران پاک باشد تا الله متعال از صالحه ها نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.